درود بر شما، دنیز هستم و به کانال دنی بورس خوش اومدید. در این برنامه میخوایم ببینیم که یعقوب لیث کی بود و از کجا آمده بود. در سال 225 هجری حاکم خراسان عبدالله طاهر شخصی به نام ابراهیم ابن قوسی رو به عنوان حاکم سیستان به شهر زرنگ یا زرنج که مرکز ایالت سیستان بود فرستاد و ابراهیم وقتی به زرنگ رسید پسرش احمد رو به عنوان حاکم شهر بست تعیین کرد که شهر بست دومین شهر بزرگ ایالت سیستان بود. اما چند سال بعد مردم بست که از حکومت احمد ناراضی شده بودند بر علیه اون دست به شورش زدند و سردسته شورشیان شخصی بود به نام قسان که این شورش به دست سربازان حکومتی سرکوب شد و قسان هم کشته شد. بعد از اون حاکم شهر باز هم به روش‌های خشونت‌آمیز خود برای دریافت مالیات ادامه داد و همین موضوع باعث شد که مردم یک بار دیگه بر علیه اون دست به شورش بزنند. البته این بار برادر قسان به نام صالح ابن نصر که سردسته گروهی از عیاران بود رهبری شورش رو به دست گرفته بود. در این موقع صالح برای تصرف شهر بست از یعقوب لیث که اون هم سرکرده عیاران شهر زرنگ بود کمک خواست و تونست با کمک یعقوب در سال 238 هجری شهر بست رو تصرف کنه و تصرف شهر بست اولین حرکت نظامی سیاسی یعقوب لیث صفاری بود و در اونجا برای اولین بار نام اون در تاریخ ایران مطرح میشه. حالا بریم ببینیم که این یعقوب لیث کی بود و از کجا آمده بود. طبق نوشته های تاریخ نویسان یعقوب در یک روستا به نام قرنین یا کارنین در نزدیکی شهر زرنگ متولد شد و نام پدرش لیث بود و شغل رویگری داشت. یعقوب دارای 3 برادر به نام عمرو و طاهر و علی بود و در مورد زندگی یعقوب در روستای قرنین اطلاعی در دست نیست و همینقدر میدونیم که اون در نوجوانی روستای خودش رو ترک کرد و به همراه برادرانش به شهر زرنگ رفت. آقای اقبال آشتیانی نوشته یعقوب بعد از چندی از قرنین به زرنج رفت و نزد یک رویگر به روزی 15 درهم مزدوری کرد. اما چون جوانمرد و بخشنده بود از همون آغاز جوانی هرچه میافت رو با یاران و همشهریانش میخورد و در عوض دل اونها رو با خود یکی میکرد. هوش سرشار و همت بلند نذاشت که یعقوب در شغل رویگری بمونه و به همین دلیل با یارانی که از جوانی به دست آورده بود به گروه عیاران و راهزنان پیوست. اما در این راه هم از جاده انصاف فراتر نمی رفت و در راهزنی هم از رعایت جانب مردانگی سر نمی پیچید. البته این نسبت راهزنی که به یعقوب دادن نمیتونه درست باشه و آقای ادموند باسفورس هم در این مورد نوشته منابع تاریخی موجود در مورد مشرق ایران از قرن 5 هجری به بعد چه اونهایی که به عربی نوشته شده و چه اونهایی که به فارسی است به طور کلی با صفاریان دشمنی دارن و این تاریخ نویسا در اصل و نسب صفاریان با تحقیر نگریستن و اونها رو عصیانگرانی دونستن که بر ضد اقتدار قانونی خلیفه به پا خواسته بودن و روی هم رفته از نظر اونها صفاریان فراتر از راهزن نبودن. به این ترتیب می‌بینیم که دشمنی تاریخ نویسان وابسته به دربار خلیفه های عباسی و یا وابسته به حکومت‌های سامانی و غزنوی با یعقوب و خاندان اون به طوری آشکاره که حتی این تاریخ نویس انگلیسی هم به اون اشاره کرده.
البته نوشته های کتاب تاریخ سیستان در مورد صفاریان به طور دیگه‌ای هستش و نویسنده این کتاب نسبت به صفاریان نگاه مثبت داره. به طوری که آقای ادموند باسفورس میگه کتاب تاریخ سیستان خنثی کننده نگرش دشمنانه همه منابع دیگه است. به هر حال یعقوب لیث در نوجوانی وارد شهر زرنگ شد و در اونجا به شغل رویگری مشغول بود و در مورد این دوره از زندگی یعقوب لیث منهاج الدین جوزجانی یک داستان روایت کرده که مضمونش چنینه: یعقوب و برادرانش چون بیکار می شدن با همسالان خود به بازی می پرداختن و محل بازی اونها یک ساختمون متروکه در بیرون شهر بود که به اونجا ریکل جنان می گفتن که در اون بازی ها یعقوب همیشه نقش امیر رو بازی می کرد و یک روز که یعقوب و دوستانش مشغول بازی بودند، صالح ابن نصر که سرهنگ عیاران بود با چند تن از یارانش داشت از اونجا عبور می کرد که صداهایی از درون ساختمون متروکه می شنوه و به یکی از همراهانش میگه که برو ببین در درون اونجا چه خبره. وقتی که اون شخص وارد ساختمون متروکه شد، هنگامی که یاران یعقوب اون رو دیدند، گفتن که به امیر ما احترام بگذار و اون شخص هم مجبور شد به یعقوب تعظیم کنه و احترام بذاره و بعد اون رو رها کردن. اون شخص هم وقتی نزد صالح برمیگرده این داستان رو برای اون تعریف میکنه و صالح میخنده و میخواد که خودش هم این نوجوانها رو ببینه. برای همینم با همراهانش به اونجا میره و یاران یعقوب موقع دیدن صالح از اون هم میخوان که به یعقوب تعظیم کنه و صالح هم این کار رو انجام میده. البته که این داستان نمیتونه واقعیت داشته باشه و آقای ادموند باسفورس در این باره نوشته این یک داستان عامیانه از نوع داستان‌های حماسی ایرانی و یونانی است که برای نشان دادن نیروی غرور ملی در دستاوردهای صفاریان دارای اهمیته. به هر حال بعد از اون می‌بینیم که یعقوب وارد گروه عیاران زرنگ شد و این عیاران یا جوانمردان کارشون دفاع از مردم بی‌دفاع در مقابل دزدان و راهزنان بود. این عیاران همگی برای خودشون شغل داشتن و با دستمزد خودشون زندگی می‌کردن و حتی از درآمد خودشون به بیچارگان می‌بخشیدن. اونها درست پیمان بودند و از مفسدان جلوگیری می‌کردند. همچنین در اون زمان در سیستان گروه‌های مسلح دیگری هم وجود داشتند، از جمله خوارج و مطوعه، که مطوعه کسانی بودند که به طور داوطلب به جنگ خوارج و کنار می‌رفتن و جهاد می‌کردند و اونها مزاحمتی برای مردم نداشتند. خوارج هم گروهی از مسلمان‌ها بودند که از زمان خلیفه چهارم پا به عرصه حیات سیاسی گذاشته بودند و به دلیل اختلاف عقیده با سایر مسلمان‌ها از همون صدر اسلام همیشه با خلیفه های راشدین و بنی امیه و بنی عباس در حال جنگ بودند و در این زمان عده‌ای از این خوارج در سیستان حضور داشتند و بسیار هم قوی بودند و این خوارج هر وقت که میتونستند بر علیه خلیفه دست به شورش میزدند و منطقه را ناامن میکردند و این ناامنی به مردم عادی زیانهای فراوانی میرسوند. آقای زرینکوب نوشته خوارج که مظهر مقاومت در مقابل حکومت نامشروع عباسی بودند و از حدود شرع تجاوز نمی کردند، در طول زمان دیگه نهضتشون به صورت عصیان بر علیه امنیت در اومده بود و شکل اتحادیه‌ای از دزدان و راهزنان پیدا کرده بودند و تمام سیستان رو هم محل تاخت و تاز خود قرار داده بودند. و چون حاکم سیستان که دست نشانده طاهریان بود از عهده سرکوبی اونها بر نمی اومد، عیاران و مطوعه مبارزه با خوارج و دفاع از مردم رو وظیفه خود می دونستن. و در اون زمان در سیستان خاطره پهلوانی خاندان زال و رستم در بین مردم رواج داشت و رواج این قصه های پهلوانی
جوانها رو تحت تاثیر قرار میداد و در چنین محیطی بود که یعقوب چکش رویگریش رو کنار گذاشت و شمشیر جنگاوری و عیاری به دست گرفت و بعد از مدتی به خاطر لیاقت و کاردانی سردسته عیاران زرنگ شد. یعقوب لیث بسیار بخشنده و مهربان و مردمدار بود و همیشه از فقیران و ضعیفان حمایت می‌کرد و به همین دلیل محبوبیت فراوانی در بین مردم کسب کرده بود و هر روز تعداد بیشتری از جوانان به گروه اون می‌پیوستند. این گروه عیاران برای ایستادگی در مقابل زورگویی‌های ماموران حکومتی و خوارج احتیاج به اسب و اسلحه داشتند و یعقوب هم در این فکر بود که چگونه و از چه راهی پول کافی برای تهیه اسب و اسلحه رو به دست بیاره. تا اینکه یک روز بهش خبر دادن که کاروانی از بصره حرکت کرده و اکنون به نزدیکی سیستان رسیده و چون راه‌های سیستان ناامنه، رئیس کاروانها قاصدی نزد حاکم سیستان فرستاده و درخواست کرده عده‌ای از سربازانشو برای نگهبانی و مراقبت از کاروان نزد اون بفرستن. یعقوبم وقتی از این خبر آگاه شد با عده‌ای از عیاران از زرنگ خارج شد و در یک کاروانسرا در مسیر اون سربازان جا گرفت و هنگام غروب وقتی اون سربازانی که تعدادشون 50 نفر بود به کاروانسرا رسیدن، یعقوب و یارانش به عنوان خدمتکار مشغول پذیرایی از اون سربازا شدن و اونقدر شراب به اونها نوشاندن که همگی اونها مست و تقریباً بیهوش شدن. بعدم یعقوب دستور داد دست و پای تمام سربازان رو بستن و اسب‌ها و اسلحه اونها رو برداشتن و از کاروانسرا خارج شدن و خودشونو به اون کاروان رسوندن و در حالی که فریاد می زدن لا حکم الا الله کاروان رو محاصره کردند و این کلمات که به معنی فرمان فقط فرمان خداست شعاری بود که خوارج در هنگام جنگ ها بر زبان می آوردن. اهالی کاروان هم وقتی این کلمات رو شنیدن بسیار وحشت کردن و مرگ در مقابل چشمانشون دیدن. اما یعقوب به اونها گفت که اگر 1/5 اموالتون رو به ما بدید ما دیگر کاری به شما نخواهیم داشت و شما رو سالم به مقصد میرسونیم. بازرگانان هم از این حرف یعقوب بسیار خوشحال شدند و آنچه را که اون میخواست با رضایت به اون دادن. یک بار دیگر هم یعقوب و یارانش به کاروانی که از مولتان به سیستان می اومد حمله کردند و تعدادی شتر از اونها گرفتند و به سایر اموال اونها دست نزدند. و آخرین مورد از این قبیل کارها که به یعقوب نسبت دادند این بوده که یعقوب در یک نیمه شب به خانه یکی از بزرگان زرنگ به نام ابن فرقد رفت و صندوق خانه اون رو به هم ریخت و کیسه های پول رو بیرون آورد. اما یعقوب چیزی با خودش نبرد و یک نامه به ابن فرقد نوشت و گفت من به صندوق خانه تو اومدم و میتونستم هرچه که بخوام و بردارم. اما چون تو مرد با مروتی هستی چیزی از اموال تو نبردم. اما من 5000 درهم نیاز دارم که از تو میخوام این مبلغ رو در کیسه‌ای نهاده و در نزدیکی ریکل جنان پنهان کنی. و ابن فرقدم وقتی دید که یعقوب به صندوق خانه اون رفته و چیزی نبرده 5000 درهم رو همونطور که یعقوب خواسته بود به ریکل جنان برد. و غیاث الدین خاندمیر نوشته یعقوب در قطع طریق شرایط انصاف مرئی می داشت و به اندک چیزی از تجار قانع می گشت. البته این نسبت دزدی و راهزنی که تاریخ نویسان اسلامی به یعقوب لیث دادند نمیتونه درست باشه و آقای باستانی پاریزی در این مورد نوشته این راهزنی فقط به معنای دزدی نمیتونه به کار بره بلکه باید نوعی کنترل بر راه‌ها و دریافت حق نگهبانی به شمار بره و چون این رفتار مورد قبول اغلب رهگذران نیست
در عرف مردم با راهزن معادل اومده و این عیاران برای تأمین مخارجشون به راهداری می پرداختن. به این معنی که برای به سلامت رسوندن کاروانها به مقصد از اونها پول می گرفتن. و آقای ادموند باسفورس هم نوشته اگرچه در جزئیات این حکایت‌ها تردیدهای فراوانی وجود داره، اما نشون میده که یعقوب در اوایل زندگی خود جوانی با تدبیر و زیرک بوده و به دوستان و عیاران ثابت کرد شایستگی این رو داره که به سرکردگی اونها برسه. در این موقع داستان عیاری‌ها و دلاوری‌های یعقوب بر سر زبون‌ها افتاد و آوازه شهرت اون تمام سیستان رو فرا گرفته بود که ماجرای قیام مردم شهر بست پیش اومد و همونطور که قبلا گفته شد صالح ابن نصر با کمک یعقوب شهر بست رو تصرف کرد و این آغاز ماجراجویی‌های بزرگ یعقوب لیث صفاری بود. برنامه امروزمون هم همینجا به پایان رسید. یادتون نره که اگر ویدیومون رو دوست داشتید حتما لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. اگرم تازه وارد کانال ما شدید حتما یک سری به پلیلیست ما بزنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. چرا که پلیلیست ما از ابتدا به ترتیب تهیه شده و اگر علاقه‌مند بودید میتونید اونها رو تماشا کنید و از این به بعد همراه ما باشید. ممنون از توجهتون و تا برنامه دیگه بدرود.